هر روز قصه میشنوم که یک اشتک که در حمام کار میکنم به خاطر نوکیا موبایل که کلا 200 افغانی قیمت داره او با چاقو زده میشه و از موبایل گرفته میشه او کشته میشه. مادرش در خانه شیشته به امیدی که اولادم خاط آمد با ما 200 افغانی یا 100 افغانی به خانه خاط آورد ما بتانیم نان بخوریم. لیکن در اوج جوانا میان از خود افغانای مسلمانای میان و رو میکشن و میگیرن. هر روز مشنوم که تقریبا 10 یا 20 نفر در شهر کابل با چاقو با لطکوب موبایلایشان گرفته میشن. من به این نظر هستم بجایزی که ما پشت و جوانا بگیم که اینا بد میکنن، بجایزی که ما پشت اینا بریم اونا را بکشیم، بجایزی که اینا را بگیریم ما بندی کنیم، چرا نه به اونا ما نصیحت کنیم؟ چرا نه به اونا ما پیغام بدیم که کاری که میکنن درست نیست؟ ما براتون راست میگم، یک وقت من خودم جوان بودم در افغانستان نمیفهمیدم چی راست است و چی غلط است. ما با همراه دوستای یک جای میشدیم و هر کاری که اونا میکردن فکر میکردیم این کار درست است. بدون شک ما این ظلم نکردیم، لیکن از در وقت مکتب برد میگیم و خودتان همچون دیده میتونین کدام وقت در مکتب باشین با همراه دوستا باشین یک وقت در کارای میاین که مکمل غلط است، لیکن براتون درست معلوم میشه به خاطر دوستایت میکنن. چی به ما کم بود؟ یک الگو به ما کم بود. چی به ما کم بود؟ یک نصیحت درست به ما کم بود. به می خاطر انشالله ما فیصله کردیم که در قمر اینستیتوت ما پلان جور میکنیم که چطور بتانیم به می جوانا که به همراه چاقوسن، مردم کشی میکنن، موبایل دوزی میکنن، پیسه دوزی میکنن، موتر دوزی میکنن، به اینا بتانیم ما نصیحت کنیم. شاید در 100,000 نفر چاقوی شبانه و یک خون افغان نریزه، این بسیار کامیابی کلان است. ما چی کده میتونیم؟ انشالله با استفاده تکنولوژی جدید، فیسبوک مارکتینگ، گوگل مارکتینگ، یوتیوب مارکتینگ ما میتونیم پیغامای خود ما به اونا برسانیم. ما در چند روز تلاش کردیم، هشتگ ها رو جمع کردم، هشتگ مثل با ثبوت، برقید بالا، 4 و 5، یک چند چیزا ما جمع کردم که اینا در بین خود بحث میکنن. من میتونم به می حرفا با توسط فیسبوک مارکتینگ برشان برسم. ادوانس مارکتینگ است که من اینا را تگ کنم برشان برسم، پیغام ما فقط به مو مردم نشان بدم که یعنی به اینا نصیحت ما رو بشنون. به می خاطر ما از شما دو کمک میخوایم. اول اگر میخواین که این پروژکت مالی سپورت کنین، انشالله به این کافی پیسه نیاز است که ما بتونیم به هر نفر که ایگا پای خود در فیسبوک زده ویدیو ما به اونا نشان داده شود. دوم این تگا که اونا که بحث میکنن با سای لوچکی کسان زبان برد بگویم که یعنی با ثبوت و برقید بالا و رئیس و زیاد چیزا هستن، در کامنت ذکر کنین تا بتونیم اونا رو ما تارگت کنیم. مسئله دوم اگر به ما گفته میتونین در کدام بخش کابل مثلا یک ایریا رو گرفته میتونین با ما بگوین که دیجه مشکل زیاد هست که ما بتونیم امو ایریا تارگت کنیم و اعلانات ما فقط به اون مردم دموجه به همراه تک نشان داده شود. هر مشوره دیگه که دارین دی بخش لطفا همراه ما بیاین کمک کنین. اگر کمک مالی میخواین بکنین دیجه لینک است به این پروژکت، هر چیزی که دونیت کده میتونین. ان شاء الله ما میخوایم که یک جوان افغان که بیراه شده، جامعه او را خراب کرده، جامعه او را ناکام کرده، با می شکل ما بتونیم او را نصیحت کنیم، چاقوزشان بگیریم، خوندوزی را کم کنیم و اشتکا خانما برادرها به آرامی به خانه خود برن، از دفترشان از کارشان و اونا همچنان به زندگی درست شروع کنند. به خاطر چیز آینده نداره، با اونا هم نقص است و به جامعه هم نقص است. جزاک الله خیر و میخوام از شما در کامنت بشنوم. بارک الله فیکم.